سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. دوستای محترم، اعضای فامیل خودم، دوستای دیگه که مرا فعلا در این مقطع زمان میبینن، ما در شهر شانلی عرفه در یکی از شهرهای سرحدی ترکیه نزدیک سوریه هستم. ما اینجا یک مؤسسه خیریه داریم که از انگلستان ما تمویل میکنیم. اینجا 7 مرکز است. الحمدلله در این 7 مرکز تعداد طفلایی را که پشت سر ما میبینین یکی از اون مراکز است. یک بخش دخترانه است. ما بخش بچگانه هم در اینجا داریم و مثال از این 7 مرکز دیگه 6 مرکز دیگه در اطراف از شهر داریم که اینا را همیشه ما از مسجد تقوا در شهر ساودهامپتون از اونجا ما تمویل میکنیم. یعنی خیرات و صدقات مردم جمع کرده به اینا میرسانیم. الحمدلله این امو صدقه را که مردم میتن، امو خیراتی را که میتن 100% ما بر اینا میرسانیم. حتی تا اینجا ما به مصرف خود آمدیم. الحمدلله این یک کار بسیار مهم و خیری است که اینها قرآن میخوانند، اینها اثر الف ب شروع میکنن و میرسانن خدا به قرآن و بالاخره حافظ قرآن میشن و دین یاد میگیرن. ما شما که الحمدلله در جای قرار داریم که زندگی بسیار به یک سیر پیش روان است، سیر تیز. وقت هم نداریم یا اگر وقت داریم موقع میسر نمیشه یا است که امو چانسش برابر نشده. چی بسا که ما بتانیم یکی از این طفلا را تمویل کنیم، یکی از اینا را تمویل کنیم، اینا شو حافظ و حافظه، عالم و عالمه که در آینده در پیش الله که ما تو استاد میشیم صدها هزار شاگردا از طریق از یا تولید شده باشه که برای ما شما در کتاب حسنات ما درج شوه. چقدر که حیران بانی که از کجا شد بگویم یک نفر که شما تمویل میکردین. قیمت ازی فقط 2 پوند در یک هفته یا 100 پوند در یک سال. اگر به حساب دلار بسنجی $150 در یک سال قیمت تمویل یک شاگرد میشه. اگر کسی پول بیشتر داره $2000 تقریبا قیمت تمویل یک صنف میشه 15 نفری را اگر در بر بگیره. در غیر از 2 پوند که انشالله چیزی نیست میتونیم که تمویل کنیم. میره از همه تان میخواهیم که در این صدقه جاریه حساب بگیرین. زکات در اینجا قبول میشه و همه خیرات و زکات شما در اینجا پذیرفته میشه. صدقاتتان انشالله در این حساب بگیرین. جزاکم الله خیرا. بارک الله فیکم.